این یه تست روانشناسیه. اگه انتخاب شما عکس شماره 1 باید بدونید که شما آدم عاشق پیشه ای هستید. برونگرا، پر انرژی و با اراده اید. در مورد مسائل عاطفی بسیار با احساس و در مواجهه با مسائل و مشکلات منطقی و متفکر هستید. کارهای فیزیکی سنگین شما رو عصبی میکنه و معمولاً زیاد صبور نیستید. بسیار خوشبین، فعال و عملگرا هستید و با شجاعت و جسارتی که دارین کارها رو خوب شروع و خوب تموم میکنید. مغرور و کمی خودخواهید و نوسانات خلقیتون زیاده. خوش صحبتین و عاشق بخشش و هدیه دادن هستید. دوست دارید اختیار کارها دست خودتون باشه. شما یک مدیر کاربلدین. اگه انتخاب شما گزینه دومه باید بدونید که شما آدم مهربون و خوشقلبی هستید. بسیار بخشنده اید و احساساتی قوی دارین. در روابط عاطفی حساسین و اجازه نمیدین همراهتون یه لحظه هم حالش با شما خوب نباشه. به همه عشق می‌ورزید و معمولاً خنده‌رویید. به همین دلیل ظاهرتون همیشه جوون و جذابه. در برابر دیگران احساس مسئولیت دارید و به راحتی ارتباط برقرار می‌کنید. به همین خاطر دوستان زیادی دارید. همیشه خوشبین، آروم و امیدوار هستید و از تنش دوری می‌کنید. به رمان و داستان‌های عاشقانه علاقه‌مندین. شیطون و بازیگوش هستید و کودک درونتون به شدت فعاله. اگه انتخاب شما گزینه سومه باید بدونید که شما به شدت باهوش و آینده نگر هستید. بر احساساتتون تسلط کامل دارید و قدرت کنترل خشم بالایی دارید. کمالگرایید و دوست ندارید کارهاتون کوچکترین نقص و عیبی داشته باشه. به همین دلیل از دید دیگران کمی وسواسی به نظر میرسید. منظم هستید و به تمیزی اهمیت میدین. اهداف و آرزوهای بزرگی دارین و این موضوع از اعتماد به نفس بالای شما نشأت میگیره. قبل از هر کاری به مسیر و شکل انجام اون فکر میکنید. همیشه شاد و سرحال هستین چون از صمیم قلب احساس خوشبختی میکنید. دیگران شما رو فردی راستگو و امانتدار میدونن و مایلند با شما معاشرت کنن چون از شما انرژی مثبت دریافت میکنن. اگه انتخاب شما گزینه چهارمه عدد 4 رو کامنت کنید.